پیغمبر در مسئله عقیده کس شفاعت کرده نمیتونه. عقیده در شفاعت در اعمال است. فلان نفر نمازش مانده پیغمبر شفاعت میکنه، فلان نفر روزش مانده، اما یک نفر مشرک است، در ذات الله شریک آورده، در صفات الله شریک آورده. پیش فالبین رفته، فالبین میگه که من غیب میفهم، ای برش گفته 500 یام دادش که بگی 500 دیرک تو عالم غیب هستی. آلی این پیغمبر شفاعت میکنه. بچه ابی ابن سلول آمد برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که این پدرم فوت کرده، جنازه‌ش هم بخوان برش مغفرت هم بخوای. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربان بود، آمد جنازه‌ش هم خوان و برش مغفرت هم خوان. آیت قرآن آمد که لا تقم، جنازه منافق نخوان. ای پیغمبر 70 مرتبه برش مغفرت بخوای نمیبخشمش. فکرتان باشه بر مشرک پیغمبر شفاعت کرده نمیتونه. در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله. کسایی که به غیر الله سجده میکنن، چقدر مردم از بنام مسلمان در مقابل پیر خود، کلان خود، ریشسفید خود، خان خود سجده میکنن. آیا او پیغمبر، او کسی که به غیر الله سجده کرده و در هر رکعت نماز خود میگه ایاک نعبدو، بر از او پیغمبر شفاعت میکنه؟ ابدا. فإن تجتنبها